آقای الهیاری، آیا حاضر هستین که برای اثبات الله پیامبرتان رب کعبه برای ما دلیل بیارین، مرا قانع بسازین و من خدا را بپذیرم یا خیر؟ اگر حاضر هستین تاریخ مناظره. دوستان عزیز، خب حرفاشو شنیدید، مقاطعم نکردیم، حالا حرفای ما رو گوش بکنم. خب من چند بار گفتم که ما مدعی هستیم که خدا وجود داره و برای او ادله بیشمار داریم. این شما نفهمیدی؟ شما زبان فارسی نمیفهمی؟ من اینو چند بار گفتم که ما مسلمانان معتقد به خدا هستیم و شما حق داری که از ما مطالبه دلیل بکنید که خدای شما دلیلش کو، و این بر ما هست که دلیلش رو بر شما نشان بدیم و بیان بکنیم. حالا کسی قبول کرد نه، او اختیار خودشه. خب این وظیفه ما است. خب اینا من بارها گفتم و چیزی شما از ما چیزی نداری. این سوال شما اصلا بیجا بود، چون من این چند بار قبلا جواب داده بودم. اما حرف اینجا هست که شما موقف خود را که میگی، یک بار میگی که خدای وجود نداره و ما همین را که اگر شما که میگی آیا واقعا میگی خدا وجود نداره، همین را واضح به ما نمیگی. و شما پرسیدم که آیا موقع شما اینه که شما میگی که خدا شاید وجود داره اما من نمیدانم، دلیل قانع کننده نیافتم، یا خبر داری که خدا اصلا وجود نداره؟ کدامش است؟ شما همین را پوست کنده با ما هیچ وقت تا آخر جواب ندادی. از خلال حرفایت فهمیدم که شما عاجز هستی و ناتوان هستی از این که بر مدعای اصلیت که اون مدعا اینقدر نابخردانه هست که او را نمیتونی در جلوه کسانی که بلدن با تو چگونه صحبت بکنن در برابر اونا مطرح بکنی. او اینه که خدایی اصلا وجود نداره، او اینقدر شهامت نداری اون مدعا را مطرح بکنی و با این بر اون بر میزنی و او را واضح پسکنده نمیگی تا چون همه میدانند که شما جماعت دستتان ادعایتان پر که خدا وجود نداره، اما دلیل هیچ نداری. فقط بعد آخرش الحمدلله اعتراف کردی که احتمال داره خدا وجود داشته باشه. الان گفتی احتمال داره که خدا وجود داشته باشه، اما خب همین حرف را شما واضح پوسکنده بگی که بله من نمیدانم، دلایلش برای من تعالی قانع کننده نبود، احتمال داره خدا وجود داره. این از اول اینقدر لازم نبود که ما و شما وقت را ضایع بکنیم. این از اول میگفتی، حرف تمام بود. خب حالا که الحمدلله پیش من این حرفم را یک بار دیگر تکرار میکنم آقای کاوش که شما دلیلی ندارید که این عالم خالق ندارد. این را درست فهمیدم؟ من برای شما گفتم جناب الهیاری که من احتمال به خدای شما قبل از بحث میتونم تا ما بتونیم وارد گفتمان شویم. حالا اصلا من با شما بحث نکردم. فرض بکنید من اصلا بحث نکردم، الهیاری وجود نداره. شما تا حالا دلیل پیدا کردید که این عالم خالق نداره؟ چی نیاز به دلیل است وقتی شما خودتان مدعی هستین که وجود خب دارد؟